سلام علیکم. مانده نباشه. این جانب کاکا ساله. وظیفه کاکا ساله چی است؟ که برای شما از آلمان، جرمنی ویدیو بگیره و در یوتیوب پرده، در یوتیوب آپلود کنه و شما از زندگی روزمره کاکا ساله تا آلمان و شهرهای آلمان دیدن بکنین. کسایی که میخواستن در آلمان بیاین یا که از افغانستان نو تصمیم داشتن که بخیزن بیاین یا که وقت آمدن یا که در مسیر راه هستن یا بالاخره یک جای هستن که میخواین سمت اروپا و آلمان بیاین، ما برشان یگان شارکاره میگیرم ویدیو و در یوتیوب بندازم. اونا میتونن که این ویدیو کار ببینن و میشه شعار مورد علاقه شان باشه و مستقیم در شعار بیان زندگی بکنن. یا کسایی که مثلا تصمیم ندارن اما میخواین که از اروپا و آلمان، چون دهی اواخر افغانای ما نام خدا دی طرف زیاد آمدن، اونا میخواین مثلا ببینن از آلمان چی رقم از زندگی دایجا و چی رقم جایا به خاطر دیدن دارن، کدام شهرهای زیاد مشهور است، کدام شهرهای زیاد کلان است و این گپا. من تصمیم دارم که تصمیم گرفتیم که از شهرهای آلمان ویدیو بگیرم و در یوتیوب بانم که شما ببینین و لذت ببرین. البته در وقت اضافه تان، نه وقتی که مثلا کارباری گپاست. در وقت کار بکنین ها، در وقت درس بخونین، ولی در وقت بیکاری سعی بکنین. خب اینی گپا. با امید خدا ببینیم چی میشه. انشالله بخیر. ویدیوی اول ما تا بالا هیچ کدام ویدیو نگرفتیم، هیچ کدام ویدیو اپلود نکردیم. این کانال ما فقط امروز جور کردیم. امروز 23 جنوری 2026 و تاریخ افغانی را دقیق نمیفهمم، بازو رنگ فهمیدم در زیرک نشته میکنم. خب ببینیم با امید خدا چی میشه. پس تو ویدیوی اول ما از یک شارک خورترک آلمان.